ولی نکته اینه که نگرانی امروز مشکل فردای شما رو حل نمیکنه، فقط شادی امروزتون رو از بین میبره. اگر مشکل شما راه حلی داره، پس نگرانی چه معنایی داره؟ و اگر راه حلی نداره، پس نگرانی چه سودی داره؟ قفس‌ها از آهن ساخته نمیشن، قفس‌ها از فکر و خیال و توهم و اضطراب ساخته میشن. برای خودتون قفس ایجاد نکنید. قفس‌های انسان‌ها به تعداد میله‌های کینه، حسرت، حرص، بغض، نفرت، به تعداد این میله‌ها انسان خودش محصور شده. اجازه ندید که دیروز با همه موفقیت‌ها و شکستاش بیش از اندازه ظرف امروزتون رو اشغال کنه و اجازه ندید کارهایی که نمیتونید یا نباید انجام بدید مانع از انجام کارهایی بشه که میتونید انجام بدید. آرزوی شادی و سربلندی برای همه شما عزیزانم.